خب به عنوان آخرین نکته این فصل از کارمون بریم سراغ تبدیل نوع و تایپ کاستینگ که یکی از موضوعات خیلی مهمه و خیلی از برنامه‌نویس‌ها سر این به مشکل میخورن. بریم سراغ موضوعمون. یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید بدونید اینه که همواره دو طرف مساوی باید از یک نوع باشن. مگه ما نگفتیم مقادیر از سمت راست مساوی به سمت چپ مساوی ریخته میشن؟ خب باید دو طرف تایپشون یکی باشه. به عنوان مثال اگر سمت راست مساوی مثلا یه عدد فلوته، سمت چپ مساوی باید عدد فلوت باشد، متغیری از نوع فلوت باشد که ظرفیت ذخیره سازی اون رو داشته باشد. برای همین این مثالی که میبینید غلطه. سمت چپ مساوی متغیری به نام فرست نیم از نوع رشته تعریف شده، اما سمت راست عدد 14.5 f. این f نشون دهنده عدد فلوته. اگه دقت کنید رنگش هم با 14.5 برابر. یا مثلا اگه سمت راست مساوی توی دابل کوتیشن رشته وجود داره، برای اینکه این مقدار سمت چپ مساوی ریخته بشه باید سمت چپ مساوی هم از جنس رشته‌ای باشه. الان از نوع اینت، درسته؟ برای همین اینا رو ما به اینا میگیم سینتکس ارور. برنامه با این نوع خطاها اصلا اجرا نمیشن و کامپایلر به شما خطا خواهد داد. بریم ببینیم. فرض کنید توی همین پروژه هلو ورلد من میام یه متغیری تعریف میکنم به نام int i مساویه با 10 سمیکالن و بعد console.writeLine میکنم i رو. با زدن تب خود کد برام نوشته میشه و برنامه رو میتونم سیو کنم. با دکمه F5 یا اجرا این برنامه رو اجرا میکنم، ببینم آیا 10 رو در خروجی به من نشون خواهد داد یا خیر. و همونطوری که میبینید این 10 به عنوان خروجی برنامه ماست. و این خط کدا رو فعلا بیخیال شید، اصلا الان لازم نیست نگرانش باشید. اما اگر به جای مقدار 10 توی دابل کوتیشن بنویسم بابک و شروع کنم این دکمه اجرا رو بزنم، ویژوال استودیو من یه اروری میده. میگه که there were build errors. در فرایند بیلد برنامه خطا خوردیم، آیا میخواید ادامه بدید؟ ما میگیم نه. وقتی میگیم نه یه پنجره این پایین باز میکنه. توی این پنجره به من میگه که نمیتونی cannot implicitly convert type string to int. میگه من نمیتونم به صورت ضمنی استرینگ رو به اینت تبدیل بکنم. خیلی هم واضحه. و اگر به جای اینت ما نوع داده این رو استرینگ بذاریم و سیو بکنیم و حالا برنامه رو اجرا بکنیم دیگه خطایی وجود نخواهد داشت و عبارتی که ما خواستیم رو برای ما ذخیره میکنه. خب اما خیلی وقتا اتفاق میفته که ما نیاز داریم واقعا تبدیل انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام سن یک نفر رو که از جنس ایجه از یه API بخونم، تو اون API هم رشته برای من برگردونده و من کاراکتر 2 و 5 رو قابلیت اینو دارم که تبدیلش کنم به عدد که بشه 25. الان این کاراکترهای 2 و 5 کنار هم دیگه چیده شدن. خب و این چیکار کنیم که این خطا از بین بره؟ و دقت بکنید به این میگیم اینتلیسنس. من لازم نیست همه متغیرات رو تایپ کنم، خودش برام میاره و من انتخاب میکنم. این یکی از مهمترین ویژگی‌های IDE هاست. خب با در نظر گرفتن این موضوع برگردیم سراغ اسلایدامون. ما چند نوع تبدیل نوع داریم. تبدیل نوع ضمنی تبدیل نوعی گفته میشه که نیاز به دستور خاصی نداره و خود سیستم خود کامپایلر میتونه به راحتی اینا رو تشخیص بده. البته خب معمولا مقادیر داده کوچکتر بزرگتر تبدیل میشن. به عنوان مثال وقتی شما یه عددی داری به نام از نوع اینت، مثلا عدد 100 رو ذخیره کردی و میای یه متغیری از نوع لانگ تعریف میکنی به نام b و a رو میریزی داخلش، اینجا درست دو طرف از یک نوع نیستن. سمت راست مساوی از جنس اینت، سمت چپ مساوی از جنس لانگه. اما اینجا تبدیل ضمنی اتفاق میفته و هیچ خطایی هم برای شما اتفاق نمیفته. چرا؟ چون دو طرف از یک خانواده‌ان و مقدار از نوع داده کوچکتر داره به نوع داده بزرگتر تبدیل میشه و هیچ دیتایی هم از بین نمیره. یه جاهایی هم
مقادیر اعشاری میتونن تبدیل بشن به مقادیر صحیح، ولی دیتا از بین میره و ما توی دنیای برنامه‌نویسی نسبت به از دست رفتن داده ها به شدت حساسیم. یعنی همه تلاشمون رو میکنیم که داده ای از دست نره توسط پروگرامر. و همینطور اگر سمت راست مساوی اینجا دقت بکنید، از جنس لانگ، سمت چپ از جنس فلوت، باز هم به صورت ضمنی تبدیل انجام میشه و هیچ مشکلی نداره. اما تبدیل‌های صریح چیان؟ که ما با روش‌های مختلفی میتونیم تبدیل صریح انجام بدیم. میتونیم با استفاده از متدهای کلاس کانورت این کار رو انجام بدیم. متد پارس میتونه این کار رو بر ما انجام بده. بعضی وقتا تو پرانتز نوشتن میتونه ما کمک کنه. روش‌های متفاوتی هست. به عنوان مثال اینجا نگاه کنید. ما تو خط شماره 1 یه متغیری داریم به نام یوزر ایج، مقدار رشته‌ای 25 داخلش قرار داره. نخونید 25. این مقدار رشته‌ای 25. و حالا میگیم سن سمت چپ مساوی متغیری از جنس اینت به نام ایج تعریف کردیم، اما سمت راست میریم سراغ داخلی ترین پرانتز. این چی میگه؟ میگه این یوزر ایج رو که میدونیم مقدار 25 داخلشه رو کانورت داد تو اینت 32. تو اینت 32 تبدیلش کن به عدد صحیح و نتیجهش رو میریزه تو متغیر ایج و بعد در نهایت اینو به ما نشون میده. کلاس کانورت یه سری متد داره. یکی از متدهای پرکاربردش تو اینت 32 هست که ما میتونیم تبدیل نو انجام بدیم. استرینگ، این مثال بعدی، استرینگ یوزر ایج مساوی 25 و بعد اومدیم به جای کانورت دات تو اینت 32 از یک متد دیگری در داخل استراکت اینت استفاده کردیم، اینت دات پارس یوزر ایج. این دوتا همین کار رو میکنن، تنها تفاوتشون توی ارور هندلینگه که حالا فعلا ما الان تو اینجا باهاش کاری نداریم. یا فرض بفرمایید که من یه عدد صحیحی تعریف میکنم به مقدار 10 و بعد میگم دابل ایریا یا مساحت مساوی با عدد p math.pi همون 3.141592 ضرب در شعاع ضرب در شعاع pr2 و بعد مقدار رو میریزم نشون میدم به کاربر. اوکی تا اینجا؟ میتونم این شعاع، این مساحت الان اعشار داره، درسته؟ همونطور که اینجا میبینی خروجی اولین کنسول دات رایت لاین من 314.1592 و الی آخر هست. اما میتونم اون عدد دابلم رو به صورت صریح توی پرانتز تبدیلش کنم به اینت و نتیجهش رو بریزم تو متغیری به نام ایریا اینت و نشون بدم و اینجا دیتا لاس میشود. کار خوبی نیست ولی میخواستم بگم شدنی است. پس ما 3 نوع داشتیم، جمع‌بندی کنیم. کلاس کانورت متدهایی داره برای تبدیل نوع، خود استراکت ها مثل اینت، دابل، فلوت و غیره متدی دارن به نام پارس که میتونی تبدیل نوع انجام بدی و 3 میتونی تو پرانتز بذاری مقدار سمت راست و مساوی رو یه پرانتز قبلش میذاری، نوع داده‌ای که میخوای تبدیل بشه بهش رو مینویسی و میریم جلو. تبدیل نوع در مورد دیت تایم هم داریم. فرض کنید که من یک استرینگی دارم مثل 2025-07-01 و سمت راست اگر نگاه بکنید میگم datetime.parse این رشته تبدیلش میکنه به این متغیر از نوع دیت به اسم دیت و بعد حالا رو این متغیر دیت من دسترسی دارم به یه عالمه کار برای انجام دادن تو حوزه دیت تایم. مثلا یکی از این متدها اینه که یه روز بهش اضافه کنم، add days کنم n روز، حالا الان من یک روز اضافه کردم و کنسول دات لاین کنم روز بعد و اینجوری میبینید که 2025-07-01 بعد از اینکه add days شده است اینجا 2/7/2025 در خروجی نمایش داده شده. بریم چند تا از اینا رو ببینیم و کارمون رو تموم بکنیم. به عنوان مثال من همون کاری که اونجا انجام دادیم رو میخوام الان به شما نشون بدم. فرض کنید که من یک متغیر اینت دارم به نام سن مساوی با قبل از این مقدارش رو بنویسیم string age str مساوی با کاراکتر 25 و بعد میخوام بگم int age مساوی با convert.to رو که میزنم دقت کنید ما یه عالمه متد داریم. میتونم به بولین تبدیل کنم، به بایت، به کاراکتر، دیت تایم، دسیمال، دابل و بسیاری از مدل‌های مختلف. یکی از پرکاربردتریناش اینت 32 پرانتز باز و بسته مقدار age str رو
اینجا قرار میدم و حالا میتونم console.writeLine کنم چی رو؟ این متغیر ایجمو. console.writeLine هم ما گفتیم که شبیه پرینت هست و حالا .NET ران میکنم و امیدوارم که مقدار عددی ایج رو به من نشون بده که نشون داد. البته حالا اینجا 25 خیلی فرقی نمیکنه، اینجا خروجی که ما میبینیم خیلی تفاوتی نمیکنه، اما به هر حال این ایج رو من میتونم الان ضرب در 2 کنم، ضرب در 10 کنم، میتونم به توان 2 برسونم یا هر کار دیگه ای. یا فرض کنید که من میخوام شعاع یک دایره رو که 10 هست از یه جایی گرفتم، مثلا از یه API گرفتم و بر من استرینگ برگردونده. من برای اینکه بتونم محاسبات خودم رو انجام بدم میگم int radius مساویه با int.parse radio str و میام مساحت رو حساب میکنم، میگم mat.pi ضرب در radius ضرب در radius. مطمئن نیستم که این بهترین راه نوشتنه، ولی خب این یکی از راهاست. سمت راست مساوی، سمت چپ متغیری از جنس دابل که نتیجه رو اینجا ذخیره میکنم و حالا بریم این برنامه رو ران بکنیم و خروجی رو میبینید که 314 ممیز 15. من میتونستم اینجا به جای int.parse از یک روش دیگه هم استفاده کنم. اینو کامنت میکنم، 2 تا اسلش، یعنی اون خط دیگه اجرا نمیشه. دقیقاً به جای این کار میتونستم از convert.to int 32 استفاده کنم، پرانتز مقدار، و انتظار دارم که دقیقاً همون خروجی رو برای من تولید بکنه و همون اتفاق هم افتاد. اگر دقت کنید این خروجی با این خروجی دقیقاً با هم برابر. خیلی متشکرم. اینجا پیش نیازهای خیلی پایه سی شارپ ما به پایان میرسه. تو فصلهای بعدی با مباحث جذابتری در خدمت شما هستم.